فقط پشت شلوار رو کش بزنیم. به این صورت که کمری پشت رو دولا وصل کنید و پاکدوزی رو انجام بدید. کش رو به اندازه نصف کمر پشت در نظر بگیرید و اون رو با یه سنجاق قفلی از داخلش رد کنید و دو طرف کش رو داخل کمری چرخ کنید که محکم بشه. ممنونم که این ویدیو رو لایک کردید و بفرست برای دوستای خیاطتون. اضافاتش رو بچینید و قیچی بزنید. به این صورت هم کمری جلو رو لایکوبی کنید و از دو طرف به اندازه 1 سانت به سمت داخل اتو بزنید و 1 سمتش رو اتوش رو باز کنید به قسمت جلوی شلوار وصل کنید. ببخشید اینجا دوربینم خود لرزیده. و به این صورت کمری پشت رو پهن بکنید و داخل کمری جلو به صورت قلفتی قرار بدین و یه سوزن بزنید و این خط رو پهلو تا پایین رو چرخ کنید. هر دو سمتش هم به همین صورت انجام بدید. چرخ که کردید و بعد اون رو پاک دوزی کنید. به این صورت آماده میشه. ببینید قلفتی شده کمری پشت داخل کمری جلو. پاک دوزی هم انجام شده. به این صورت برگردونید به سمت داخل و از لبه اون خطی که اتو زدید یه دونه نیشکاری انجام بدید و به این صورت کارمون آماده شد. برای دیدن آموزش های بیشتر کانالم رو سابسکرایب کن و اون زنگوله کانال رو روشن کن که هر وقت برات آموزش گذاشتم ببینید. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.